آخه خوندنشو ببین. من دلم واسه دل خوشی، واسه هم سفر ساده که باهاش بزنم. ببین از لحاظ تکنیکال تو چند سال آینده کسی مثل امیر تتلو نمیاد. انقدر خفن اجرا میکرد توی کنسرتاش، انقدر اکتاش قشنگ بود. آخه ببین همه اکتاش مال خودش بود، همه چی کوک بود، نه پلی بک داشت نه اتوتیون داشت. لایو اجرا میکرد، همه لذت میبردن. به نظرت چرا؟ همه تایپای اساسیشو و اون لحنایی که تو آهنگاش به کار میبرد انقدر اون حس عمیق و به مردم انتقال میداد که همه باهاش حال میکردن. و به نظر من حق امیر تتلو نیست. بالاخره یه هنرمند یه سری اشتباهات داشته، انسان جایز الخطاست. هم من خطا کردم هم شما. نظرتو حتما تو کامنت ها راجع بگو.